3 حقیقت تلخی که توی رابطه هیچ کس بهت نگفته. مورد اول، اگر مثل روزای اول از رابطت مراقبت نکنی، اون رابطه از بین میره. هیجان، توجه، محبتی که اوایل رابطه داشتی باید حفظ بشه. وقتی رابطه تموم میشه که فکر میکنی به دستش آوردی و دیگه قرار نیست براش تلاشی بکنی. حقیقت دوم، اگه تو شوخیات با همسرت تحقیر وجود داره. یعنی چی؟ توی یک جمعی نشستید و شما میای همسرت رو سوژه جمع میکنی برای خنده. و حقیقت سوم، رابطه‌ای که توش از دلخوری‌های کوچیک حرف زده نمیشه، دیر یا زود منفجر میشه. رابطه با عشق شروع میشه، اما با مراقبت که دوام پیدا میکنه.